بیننده های عزیز شرق گلوبال سلام. با معرفی اولین برنامه از ولایت بغلان خوش آمدید. از آنجایی که ولایت بغلان یک ولایت صنعتی، زراعتی، دارای فابریکات متعدد، معادن بیشتر و همچنان شهر از زمان کوشانیان، معابد زردشت‌ها، آثارات باستانی، زمین‌های زراعتی وافر، چشمزارهای معروف که باعث شده با سالانه هزاران نفر گردشگر از ولایت همجوار و همچنان از خارج کشور به این ولایت سفر نمایند. و ما خواستیم در اولین برنامه از مرکز شهر پلخمری که بند برق نساجی و همچنان فابریکه نساجی که قدامت 90 ساله دارد و سالانه بیشتر از 1000 نفر از این مکانها دیدن می نمایند به شما به معرفی بگیریم و امید داریم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. شهر پلخمری یک شهر زیبا و یک شهر سنتی، تولیدی و زراعتی میباشد که تعداد 14 واحدهای اداری در اینجا کار و فعالیت می‌نماید. شهر پلخمری از ایجاد مدت 400 سال سپری میشه. شهر پلخمری در چند کیلومتری موقعیت داره که مثل شارک افغانستان یاد میکنند و نو ولایت صفات شمال را با مرکز ولایت مرکز پایتخت وصل می‌سازند. این که میگن چرا پلخمری میگن یا شهر پلخمری میگن، دختری در دوران حکومت غوریان در اینجا یک دختر تجارت پیشی بوده که در اینجا روابط تجارتی خود تامین میکنه و در این شهر مفیدیتش این بود که عبور و امور زیاد داشت تا مسائل و عبور و امور به قسمت تجارت خود انجام بده. در این شهر کوشش کرد که یک پل خشتی مستحکم را اعمار کرد که تا امروز به نام پل خمری، بعدها به نام پل خمری مسما شد که امروز مردم ما این شهر به نام شهر پل خمری یاد میکنند. این شاه غوریان رودخانه‌ای که در اینجا واصل است اصلا این رودخانه را نیست، در واقع به نام رودخانه غوریان یاد میکنند. در جوار این پل خشتی بند برق اعمار شد در سال 1315 که او بند تا کاسی بند در حدود 200 متر مربع را احتوا میکنه که آب ذخیره میشه و در مجموع زمین های زراعتی از مستفید میشه و ریاست های برق ما استفاده میکنه برای خاطر تولید برق. بندرگاه نساجی پلخمری در سال 1321 توسط کمپانی زمس که اعمار ساختمان را دار شده و کار دروازه 4 دروازه آبگردان دارد و 3 پای توربین در این وصل است. بند برق نصب می باشد که از تقریبا از سالهای بسیار قبل دیگر پرزام نامده و همکاری جرمانا و کمپانی هم نشده و همیشه از همین پرزهای داغمه و کنه دیگر توسط همین مستریا و سرمستریا و کارگرای همین زحمتکش بند برق بوده که او را ترمیم کردن، دوباره پس به جایش نصب کرده و قابل استفاده قرار داده. دیگر در ابتدا تولید از این بند برق نصب شد و تقریبا به 1.6 میگاوات فی ماشینیش بوده.
فعلا نسبت رسوباتی که در کاسه بند جابجا شده این کمبود آب شده خلاصی و دیگه در زمین خود بندبند از اثر تقریبا 79 80 سال میشه که قدامت داره و یا خودش هم نسبت به گذشت زمان هم یا فرسوده شده دیگه فعلا ما از این در 3 ماشینش فعال است، یک ماشین ما نسبت کمی و یک تاش فعال است و تولید میکنه و دو تا دیگه 2 ماشین دیگه ما پرچم میباشه نسبت کمبودی آب. این شهر ما به خاطر شهر صنعتی میگیم که فابریک نساجی و فابریک سمنت بوری در اینجا ایجاد و اکثرا کارگرای ما کادرهای فنی ما در اینجا در بخش‌های کار میکنن و یک شهر صنعتی و تولیدی و زراعتی میکنن. همچنان از نگاه زراعت یک شهر زراعتی است که بغلان ما به نام کندوی افغانستان میکنه که تمام ولایت صفات شمال از این زراعت از استفاده میکنه، کشت و اومات از این همچنان انتقال در مرکز پایتخت و سایر ولایت از این استفاده میکنن، از این انتقال داده میشه. همچنان در 1 کیلومتری اینا بعدها بعد از ایجاد بند برق به نام ریاست نساجی در اینجا ایجاد شد که در حدود 60,000 نخ در اونجا جابجا شد و 1200 دستگاه در اونجا نیز کار و فعالیت میکرد که تا امروز از کار و فعالیت از کارگرها و شخصیت‌های بزرگ و فنی ما در اونجا کار میکنن و مردم از اون استفاده درست و مفهوم میکنن. فابریکه نساجی افغان پلخمری توسط عبدالمجید خان زابلی که وزیر اقتصاد وقت بود در سال 1315 هجری شمسی در وادی پلخمری به منظور ترویج صنعت نساجی در کشور، رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، ایجاد شغلزایی تحت آبگذاری گردید و در سال 1321 کار ساختمان آن به شمول بند برق نمبر اول تکمیل و به فعالیت تولیدی آغاز نمود. فابریکه نساجی پلخمری در ابتدا طور طراحی و دیزاین گردیده بود تا همه امکانات یک کمپلکس تولیدی باشد. به خاطر اینکه بغلان یک ولایت صنعتی و زراعتی است، تسهیلات از قبیل انرژی و مواد خام در این ولایت مهیا بوده، عبدالمجید خان زابلی فابریکه نساجی را در این ولایت تأسیس نمود. ابتدا در این فابریکه به تعداد 550 پایه ماشین‌های بافت انگلیسی با ملحقات آن شامل ماشین‌های ندافی، هواگرد، شانه، فلیته و نختابی، غندک، تنسته و اهارنخ به شمول ماشین‌آلات بسته‌بندی و مترتکه نصب شده بود. بعداً به خاطر رشد و ارتقای سطح تولید بنابر تقاضا و نیازمندی‌های شهروندان کشور به منسوجات تولیدی فابریکه در سالهای 1330 تا 1340 طی 2 مراتب از کمپانی‌های جرمنی و روسی بل ترتیب تعداد 303 پایه ماشین بافت اتومات جرمنی و 184 پایه ماشین بافت اتومات روسی نیز به ملحقات و ماشین آلات کمکی بخش‌های نخ رئیسی نیز در این فابریکه نصب و تعداد مجموعی ماشین‌ها بافت به تعداد 1017 پایه ارتقا داده شد و همچنان ماشین‌های بخش نختابی به تعداد 155 پایه
ماشین با ملحقات و ملزمات آن نصب گردید. روزانه تا مرز 100,000 متر پارچه رشد سعودی داشته و تولیدات آن علاوه از این که نیازمندی های شهروندان پلخمری ولایت بغلان تامین می نمود، یک مقدار زیاد آن جهت پروسس به فابریکه نساجی گلبهار ارسال و بعد از سفیدکاری و رنگ‌آمیزی یک جا با تولیدات فابریکه گلبهار و جبل سراج به مغازه ها و فروش منسوجات در تمامی ولایت کشور انتقال و به فروش رسانیده می شد. همچنان البسه و سایر ضروریات قوای مسلح کشور، وزارت صحت عامه از منسوجات تولیدی فابریکه نساجی پلخمری در بدل عقد قرارداد تهیه می گردید. توسط میتونیم وقت در ماشین از ماشین تو دلیل از طریق هوا کش میشه در اون ماشین ها انتقال داده میشه با لحظه میتونیم در قسمت لوله میشه این ماشین در داخل از این محکم هست وقت لوله میشه میتونیم از یک قسمت تو این جد لوله ها تمام او میخوره از اینجا باز میره در شوری هوا کرد. لوله که دیگر نه در اینجا مانده میشه لوله که پخته از اینجا توسط از این میده داخل از این میره وشو دوله داره در دوله پخته تو خورده میره باز از خارج میشه میره در اون ماشین پخته از اونجا که آمد در این ماشین میره باز دینه نیچه تاو میخوره دبلتر باز از اینجا میره در نختابی اونجا باریکتر تاره جور میکنه. البته دینی ماشین نختابی جدید میگن دیجا می از اینجا توسط از ماشین دینی نیچه تاو میخوره از اینجا مکمل باز از نختابی خلاص میشه میره در بخش بافت میره. است که از داخل نختابی میاد در اینجا در این ماشین تاو میخوره از اینجا میره تنسته میره باز در گیلن رول میخوره میره در آرنخ میره و جار داده میشه پس میاد باز در ماشین ها دوله میشه. ایره تنسته میگه نمی تار است که نمی تو کشف را میری تو اینجا گیلان هست در گیلان تار بسته میشه باز اینجا ماشین هست چالان میشه تاو میخوره از اینجا میره با دارنخ. از تنسته میاد در لورکا تاو میخوره ایره اسم گیلان میگه نمیتونه در این ماشین از این ماشین نمیتونه این آر میته اینجا همتار آر میته نه در داخل ماشینشو در گیلان تا خورده میره گیلان میگه گیلان میتاره از این که برآمد در بافت دیگه در ماشین ها در تیکه بافت شده.
که آمده گفت کس کرده میشه از اینکه نام از اینکه نام معامله نمیشه از 3 گوشه 4 گوشه همه کاربرای خود اداره میکرد. هر نخمیه در اینجا تاو میخوره باز از اینجا در ماشین نصب میشه. اینجا ماشین از چالان میشه. این ماکوش هستن ماکوش هست. این ماکو توسط اینمی ماکو ماشین اینجا تکه بافته میشه. اینمی نه اینجا دور میخوره. از اینجا باز در شوره متر میره. شوبی آکوباس که از این نیچه میاده ماشین از ماشین اینجا دین نیچه اینه تو میخوره باز میره در ماشین را لطیقه گفتن شروع میکنه. اینمی گیلان هست لولک میاد اینمی آخرین تکاس میاد اینمی ماشین از یا توسط از این ماشین اینجا میاد کلش واز میشه برسا میشه باز میره و در شوبه متر که متر شده میره 120 متر هر بندلش جدا میره. نساجی در سال 1315 تأسیس توسط وزیر اقتصاد وقت عبدالمجید زابلی مرحوم عبدالمجید زابلی تأسیس شده و در سال 1321 آغاز به کار کرده. در ابتدای اول 2700 نفر تقریبا 2700 نفر کارگر و کارمند داشته و تا به سالهای 1380 فعالیت داشت. شفا در مسیر راه مزار بغلان قرار دارد. یک چشمه تاریخی است که بنا بر روایات این چشمه تاریخی برمیگردد به دوره تاریخی حضرت ایوب علیه السلام که در آن زمان اینها در رابطه مبارزه و جهاد که پی می‌بردند در اونجا اساکیرشان یا نیروهایی که با خود داشتن احتمالاً از آدرس دشمن صدمه می‌دیدند. اینجا با برکت الهی برای حضرت ایوب چشمه پیدا شده بنا به کرامات حضرت ایوب که در آن زمان اساکیرشان بر حاصل کردن یا حمام کردن در این چشمه شفایاب می‌شدند و از آن زمان به این طرف مینیس چشمه شفا شناخته شده و مردم از اطراف اکناف بغلان و بالاخره از همه افغانستان و گفته میتونم از خارج هم اینجا به دیدن چشمه میان. یک چشمه خیلی منظم است که دارای آب فراوان است و آبش جوش است و شفا دهنده است. فعلا زیادترین مردم از اون مینیس یک آب شفا استفاده میکنند.
چشمه یکی از جای تفریحی مردم بغلان و حتی مردمای از سمت جنوب هم میان، از قندار و هلمند جای هم میان، از کابل مدیدن اینجا میان. سمت شمال خوبی از نزدیک است، مردمش اینجا میان، تا مردم از اونجا میان به خاطر تفریح اینجا. و خصوصیات این چشمه ای است که تقریبا از 100 سال زیادتر میشه، یعنی شاید وقت ما نبودیم هم این چشمه بوده که بسیار به چیز ابتدایی بود، یعنی تو چیزایی که نو جور شده، دکان و کانتین که نو جور شده چیزا نبود، هم تو یک کو بود که یک دره بود که استثنا مردم ایرا تبدیل به یک جای تفریحی ساخته که غیر از دولت بسیار کمک کرد. دیگه چشمه دوری است که اوش از زیر زمین میاد که خصوصیت یاوی است که در تابستان نسبتا یختر میشه، یعنی نه اونقدر یخ نه اونقدر گرم، و در زمستان گرم میشه تا اندازه‌ای که جان نمیسوزه. اما بهترین همین باشه که با گفته مردم سابق که بخار و کسلیت و افسردگی را گم میکنه. دیگه چشمه جای است که مردم از دیگه ولایت هم برش میاد. دیگه مردم بغلان همیشه اینجا میان، تقریبا روزانه 1000 یا 2500 تا 2000 نفر ما اینجا مردمای سیاحتی داریم که میایه. اینجا به تفریح آمدیم برادر جان و شجان. اینجا جانه که ما بخار داشتی شفا کننده است، اینجا جان ما را ششتیم. اینجا از هر ولایت افغانستان اینجا می آید برای غسل کردن که شفایاف شود. از هر ولایت می آید اینجا بچه شفایاف شود، از قندوز، مزار، امام صاحب، کابل. ولایم د بغلان مرکز څخه راغلم پلخمري ښار ته، نو دلته راغلي یاستو چشمه شفا ته د سیاحت لپاره چې یو لږ زر منظره وکړو، وخت هم تېر شي.